درود بر شما عزیزان. امیدوارم که به واسطه روح مقدس خداوند سرشار از محبت، فیض و آرامش او هستید. نام این کانال رو امان گذاشتیم به دلیل اینکه در مزمور 91 اشاره میکنه که پناه و دژ امن من خداست. مزمور نویس در مزمور 91 میگه که آن که در مخفیگاه آن متعال قرار گزیند زیر سایه قادر مطلق به سر خواهد برد. درباره خداوند میگویم اوست پناه من و دژ من، خدای من که بر او توکل دارم. به یقین اوست که تو را از دام صیاد خواهد رهانید و از طاعون مرگبار. او تو را با پرهای خیش خواهد پوشانید و زیر بالهایش پناه خواهی گرفت. امانت وی تو را سپر محافظ خواهد بود. از خوف شب نخواهی ترسید و نه از تیری که در روز می پرد. از طاعونی که در تاریکی راه می رود بیم نخواهی داشت و نه از وبایی که در نیمروز هلاکت می سازد. گرچه 1000 تن در کنار تو فرو افتند و 10,000 بر جانب راست تو، اما به تو نزدیک هم نخواهد آمد. تنها با چشمانت خواهی نگریست و سزای شریران را خواهی دید، چون خداوند را پناهگاه خیش گردانیده ای و آن متعال را مأوای خود ساخته ای. هیچ بدی بر تو واقع نخواهد شد و هیچ بلا نزدیک خیمه تو نخواهد آمد، زیرا فرشتگانش را درباره تو فرمان خواهد داد تا در همه راههایت نگاهبان تو باشند. آنها تو را بر دستهایشان خواهند گرفت، مبادا پایت را به سنگی بزنی. بر شیر و افعی گام خواهی نهاد، شیر جوان و اژدها را پایمال خواهی کرد. خداوند می‌فرماید چون مرا دوست می‌دارد او را خواهم رهانید و چون نام مرا می‌شناسد از او محافظت خواهم کرد. او مرا خواهد خواند و من او را اجابت خواهم کرد. در تنگی با وی خواهم بود، او را خواهم رهانید و عزت خواهم بخشید. به عمر دراز او را سیر خواهم کرد و نجات خیش را به او نشان خواهم داد. اول هدف ما از آغاز این کانال این هست که حقیقت خداوند، خدای خود رو و شوق و نجاتی که در وجود ما قرار داده رو با دیگران به اشتراک بذاریم و به واسطه محبتی که ایجاد کرده در زندگی ما و فرمانی که برای محبت کردن به دیگران به ما داده، دومین هدف ما مشخص هست و اون آگاه سازی هست برای دیگر عزیزانمون، برای عزیزانی که شاید ندانند چرا و به چه واسطه‌ای اتفاقات تاریخی بیش از 11 قرن گذشته در ممالک ما اتفاق افتاده. چیزی که شاید تأثیر بسزایی توی زندگی ما، توی فرهنگ ما، توی معاشرت‌های ما، آداب و رسوم ما و غیره و غیره داشته. این پکیج سیاسی مذهبی که به اسم دین هست بیش از 11 قرن در سرزمین ما نفوذ داشته و قدرت اعمال کرده. اینجا ما در این کانال شرطی رو داریم، اینکه هر کس حق داره هر آنچه دوست دارد انتخاب کند. ما به انتخاب هیچ کس بی احترامی نمی کنیم، بلکه ما به پکیج سیاسی مذهبی که به نام دین هست نقد خواهیم کرد و اون نقد نه بر اساس احساسات بلکه نقد تاریخی و علمی خواهد بود. اگر عزیزان مطلبی رو در این کانال میشنوند یا میبینند که فکر میکنند بعد تاریخی یا بعد علمیش مشکل داره یا مستنداتی دارند، مستندات و مستدلات تاریخی و علمی دارند که حرفی که زده شده در این کانال اشتباه هست یا به گمراهی کشانده، خواهش میکنیم، تقاضا داریم مستندات و مستدلاتتون رو ارائه بکنید تا بتونیم اصلاح بکنیم.
این کانال کاملا مستقل هست، به هیچ سازمان و ارگانی وابسته نیست و به واسطه زحمات عزیزانی که شبانه روز در تلاشند تا بتونن حقایقی رو که قرنهای قرن از دیدگاه هموطنان و همزبانان ما قائم بوده یا مخفی بوده یا مخدوش بوده رو ارائه بکنند به زبان فارسی به شما عزیزان. و این انتظار رو از شما داریم که کانال رو اگر خوشتون اومد، اگر پسندیدید، لایک بکنید، سابسکرایب بکنید تا بتونیم اولین آپدیت هایی که میاد، اولین پست هایی که گذاشته میشه رو بتونین دریافت بکنین و با ما در ارتباط باشید. در پناه خداوند باشید. خدا نگهدار.